سلام گاز، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو دوم کانال من NFS Most Wanted. خفن ترین بازی. الان میریم سراغ باس فایت و اینا رو که گفتیم همه رو جمع میکنیم یه دونه ویدیو میکنیم. الان میریم سراغ پلیساشو بریم جرواجر کنیم. این یک. دو بچه‌ها، من یه ویدیو باس فایت گرفتم تا نصفه اصلا یادم رفت تو این میکروفون رو بعد بذارم اینجا اوکی، و خیلی صدام رو مخه، بس ببخشید از همین الان و توضیح خاصی دیگه ندارم. من امیر مستم و خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه می‌کنید. فقط لطفا لایک کنید و حمایت کنید که تازه کارم و بکشی بالا. لیتس گو. الان رسیدیم به جایی که واقعا پلیس خفن است. واقعا الان من 8 تا پلیس حساب بزنم که شلوغ شه و زود بیا باید دارم یا دیر. ببین اول این دوتا رو با هم تکمیل میکنم بعد میرم سراغ این، که چون که خب واسه اینم هر کاری نکنه برام میشه. بس که چرا این دوتا هم کسی هیچی بعدن حالا میرم با خود حالا ویدیو میگم یا خودم میرم. اوکی بریم. بسم الله. ماشین فقط نگاه، ماشین عباسا گفتم ببین مایس کرد قدرت رو بردم تا توالا ببین سرعت چی فقط این از برادر بیا آره در بچه این یکی از اون ماشین که واقعا میتونی تا تهش هم نگاه دید. اوکی چیسته داداش. ببین من میخواستم که اون دوتا رو حالا اینیسی رو میرم چون واقعا زمان میذاره خیلی زمان شد دیگه شد. اوکی اینو بریم. این یکی از کاری که باید میکردم که آنچنان برای من سخت. حالا میریم سراغ کارهای سخت. از اون سخت داشت الان من باید نکشمش. اوکی داشتم باید کار این اولی شد مور یه شب بستادم و قدرت ماشین رو در حد بالا بردم. ببین اینا خودکنندگی رفتار ساده هم به خودم تخلیق میکنم خودم بالا بشید. وای این بخش من آزاد شد. من عاشق این بخش من بخش یه جای داشت اون اصلا شدم اینجا یک کشتی داره بزنی ها برای همینجا میتونه نخوشه. خیلی خودش هم خوشوگیش الله اکبر. اوکی حریف جدید نداره اون یکی گممون کرد. چی شد؟ چی کردم اینو؟ واسه این اولی این ببرمت اینجا یه جایی باش. دوستان سبیل یه 7 نفر دوستان بیاری حالا فعلا تک تک بیارم اونا دوستشون بیارن بشی ترسن رویایی رو هوا کشیدن دیگه باشن. میخوام بینی که به یکی اینا بخواهم Uncle Messi. بابا عقص نکشتمش ماشین خودم نخورد زنده موندش. خدایا شد نایس. ولی چند ثانیه باید دارم؟ چند دقیقه؟ 4 دقیقه. دو تا شدن این از ای شد بابا چی شد بیو برمت برم خودم. مور دوتاشو رو کشتم توی شاد. بابا یعنی چی؟ یعنی نمیخواستم اینو بمیرم. یه ماشین یکی دیگه اینجاست. کجا بود؟ جلوه
بیا خدا خیلی تو ناجی الان باید دوباره از آری بدم 3 نفر ترم زدم 4 تا شدم این از 4می این 5می دو نفرشون میتونم خواستم ضربه میکنم آزاد 3 نفر هستم ولی خیلی عبی یه دو 2 نفر بودم یکی رو خودم کشم یکی خودم به ماشین خود ماشین یه زن آخری دیگه بریم برسیم کشتمش خودش زد به من مرد شد 3 نفر آدم میخوام و 2 دقیقه هم باید دام بریم ما 2 نفر همون از این برای من مشکل ندارم تو بگو از این برای بایسته ماشین نوعه نه نیست شک من ماشین جایی میخوام نه قدیمیه یه شب بشید علیکی دستی رفت ماشین رفت دوستاش نشته خیلی خوب بود حرکتش بال بود من بخوام باز بدم که رفت هرکی عمرانه یا با این سنگه Please update supervisor monitoring and requesting sit rep. نه باید اصلا بزنم یه جوری باید برم نزنم بابا رانندگی تو با 2 تا آدم این میزن توی باید تو باید ببرم مرد ببین الان میبینی نبود خداش گفتم مرد یه پلیس اگه اونجا باشه آلی میساله حالا آخره بازی دنبال نیست پلیس داره بین مور و مرک اینجا ساله عرضی داره آخره بازی مثلا کردن داشت یکی گفت آیسی یکی گفت آیسی دیدمش خب کجایی برادر تو نیومدی چجوری دیدی منو اوکی دیدمش منم دیدمش شاخ به شاخ بیا بابا بچه مردن بابا پخت و بز میکنم اینجا اوکی 1 کیلو بپوشم تمام 1 کیلو بزنم تمام یارو یه شات دادم رو خوبی بخت من قوی هم آیسی بخواد چه قصد آیسی برو یه جور عیدی برم تو جاده هم بسته سون داره باید ببیشم نه دقیقت این بر بسته است باید ببیشم این بر دور بزن نه نرو من اینجا من دیدی من اینجا داشت اشتباه نکن دیگه 2 دقیقه برسه ای باید بیام دنبالش خب این بازی رسیدن شد یا 9 نفرم میزنم خب دیگه ببین تا اینجا حال کردم با تو ولی دیگه بس بیا حالا کشتمش با 1 ساعت من میخوام بکشمش که بدبخت بزنیم قوی هم بابا مور و مرخ دارم میان دنبالم شد داداش حبیبه مالا 2 نفر 3 نفر شد دارم بابا آزادی فدا همه چند تا کی 12 تا دمیج 10 تا کی بابا این پلیس چی میگه این دست کدوم بیا تا هم یکی کنیم بریم بیا
اینجا برات کادو دارم بیاد حدث جادر اونی که مرد خب اوکی حالا من فرار کنم بهش تمام شدی 13 نفر کشتیم 13 نفر کشتیم حالا ببین اینو در نظر بگیر که از 13 نفر رو کشتم 12 نفر دمش کردم این وانشات ها حساب خود در است این کشتن دمش کردم ایشی نباشه کار Dispatch Bravo 27 closing in from the northwest to the code اوکی 6. پشتم کسی نیست Acknowledge static quadrant request. پشتم کسی نیست برو ریش بکامه ریش بکامه We've got possible ID, a match on فکر کنم این چی Come میدونم stand by, we'll find out. اینجا دیگه معمولا پلیسیه تمام Dispatch 27 آه پرچه دیگه خوش شد وای حاجی واقعا این محل پلیس سخت بود واقعا سخت بود ولی خیلی پول گرفتم خیلی پول گرفتم مانی بازی اگه میتونستم ماشین ها آزاد کنم خیلی خوب الان آزاد نمیدونم فکر کنم یه تایم خاصی آزاد میشه ولی خب اینا رو هم که زدیم اصلا کاری نداشت برو آقا موقعی که شما بتونید ممه بزنید من دیگه وای بچه ببخشید افتضاح ببخشید من حواسم نبود سر ویدیو این میکروفون از یادم رفت بذارم و اصلا ویدیو داغون شده صداش و این میکروفون چون نبوده میکروفون نبوده اصلا صدام نبوده برای همین سری فقط کل ماجرا که پیش اومد تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه رو سریع براتون میکنم و بهتون نشون میدم واقعا بازم ببخشید خب بریم ادامهش ببینیم وایسا من یادم رفت دوباره میکروفون رو ببندم میکروفونه دوباره زیر کیس بود صدامو داشتید ولی رو مخ بود واقعا نمیدونم چیکار کنم دومین بار یک سر باس فایت هم همین کار کردن اصلا یه وضع بدی حالا سعی می‌کنم توی ادیت صدا رو اوکی کنم ولی بازم ببخشید واقعا یادم رفت اینو ببندم دوباره من مردادیم فراموش موضوع زیاد دارم من این میکروفون رو بستم یادم میره بابا سر چوی نبستم نصف اینی که نبستم هیچی سر باسفایت قبلی هم نبستم یعنی سرم خود ببخشید اوه یه جا ببندیم ناموسا خسته نگاه افتولا رو 10 نفر هم این تا من بگیم بیا چند نفری؟ 2 3 4 5 6 نفری فعلا بیا دنبال باقی بیوره رو دوست دارم چقدر پیش رو بیشه این داشته بابا یه جا رو بسته باشیم دیگه این مأموریت خب الان من این مأموریت رو چیکار کنم یه جا رو ببندیم جان من نیم ساعت دارم دور قمری میزنم چه برزیشه یه جا رو ببندیم آه خدا خیرتون بده خدا جوانتان این اولی وای چه عجب یکیشون هم بسته بیاد حالا آه تمومه ببین تمومه اوکی گیر کردم وای شت
نزدیک بود بعد رفتم. اوکی ماموریت رو تمام شد دیگه. اگه باد گران بودیم و رفتیم برادرم. خب کجا برم زیاد بکش این در بکشتم که اشتر بشتم این در بعد اوکی مسئله بودم بعد این در بیا باس سیکشن چی بیا اینجا رو فقط ویو رو این از یکی دو تاشو اینجا من نمیخواستم بگوشم تا الان کاره بوده همجا با باستی از کجا اومدی؟ ای بینه من واسه این برنامه‌ریزی کردم چون میدونستم در این مواقع یکی دیگه هم میاد واسه برادر یه جای خالی بنوشتم نمورد از اون وری شد های بابا بچه شد شد اینی نداره واسه یه جور دیگه آماده من آماده هر چیزی باید باشه این NFS اوکی بسیار اومدم آبا دور بزنم من مسیریابی بزنم بخواب بابا حالا فقط داریم پلیسه یه دقیقه بسید باشید فقط بودیم اینو گاز رو لکن بریم اوکی اونو بل کن بیا اینجا زیاد داره اگه خیلی داره اگه پلیس هم بیاد میکشن فشار کنید بشه بیا قد بیاد بگیر بابا چیه بیا یه یاردار بیا دومالا برو جانم بنازم بابا چند دقیقه شد چند دقیقه فقط توی کشاج اینو بگو توی حدودن دارم میگم من اینو حدود توی یه 10 دقیقه جمع کردم تشویق نمیخواد تشویق مرسی قربت دادم میکروفونم نبود دیگه لایک کن ببینم لایک کن تو لایک کن آقا پارتی که خدای کاری نداشت ولی پارتو واقعا داره سخت میشه واقعا کمال افتضاح سخت بوده و بازم باز چرا ماشین جدید نیست ماشین جدید تا خود ارتقا نمیشه باور نشه هنوز موتور این قوی تره بابا از سوپرا الکی نیست اوکی چیشه یه رسه آره بابا الکی نیست بابا فقط سوپرا خب الان میریم سراغ ماموریت اصلی برادرانی که باید چیکار کنم خب این کاری نداره اینو 4 تا باید رد شم خیلی طول میشه شد بریم دیگه چیکار کنم باید رد کنم دیگه بسم الله الرحمن الرحیم ماموریت ها رو نمیدونم چیه ولی اولین قربانی برادر اسفرد من سرقت 2 تا رو خواستم رد کنم از این چیزا رو پاره شدم پاره نبود شو یه برگشت بیا بابا کجا میری برادر نامید نشو بشه باز چیه و مستقیم که من کل نکن داداشم دوست آورد این هم پول میده من میزنم پول بده من میزنم بابا اینا هر چیزی که به تو پلیس را گم میکنم من میرم این پلیس ها بیا
خود داری چرا برمیگردی؟ Serving suspect was last seen heading southbound on Ocean Hills Drive. من بیام Supervised نمبر requesting پلیس a داداش ASAP. خوبه Units رفتی remain on code 6 status till further notice. نرو Dispatch, this is 2 Echo 12. American units over at the north. برو خب بابا پلیس رفت اینجا رفت پلیس پلیس خدا خیر بیا کیک دندقه بر نیست یه روزه خوشم من دنبالت بودم عزیزکم یه سیاه خوب از خودشون بهتر هم بودم ببین به یه مرحله اگه برسیم مار اونی که خودش هم خوردش بشه نیستتون نمیخواست خودم برم نشد دیگه الان رابندون نداریم زنده است این ممکنی تنها بودیم Charlie 851 requesting update. بیا این ورش حساب کرد یه دونه حساب کرد بذاریم چرا یه دونه حساب کرد نباید حساب کرد من از اون بر رفتم حساب کرد خوبه نکرد راضی هم حساب کرد یه 3 تا رابنده دیگه به خدا ما رفتیم دیگه سریع برمیگرد اونا دیگه حالا نیم ساعت رفتی دیوار دیگه تمام کاری دیگه برگشتی در کار این سیاه خوبه پلیسایی که ماشینشون سیاه نره بابا من که نمیخوام اشتباه شده من راه اشتباه آمدم بیا دو بسید این بری با بریم بابا الان باید چرخه بزن سرم الان دیگه وحشی شد رفتن وارد وحشی این ثانیه که زیر اومد برای همون لیول آفش میرسن یادت این کم این برای تو هم بیا برای آخا رابندو گاز مال لبه رو برم بزنمش ولی لبه برم که هم حساب شه هم یه زده باشم دو تشه رفتم این هم یه دو به طرف یه زیاد شد یه دو تا رابندون دیگه یه دو تا رابندون دیگه من مخلصیم قدرت یه دیگه رو برادم مرد این خیلی ماشین سنگیه یه رابنده میگه یه دونه دیگه پیدا کنم باید برم باید از لبش بزن که بگه برش دردیه مرد یاری سه قدرت فقط یه معمولیتونه یه دونه دیگه از اون رسن یه دونه دیگه رسن یه دونه اوه شit آقا یعنی یه رابنده میخوام خدا شاید تمام یه دونه خیلی زبا میشن شت
فقط گاز بده. چند نفرم؟ بیا مکانیکش خوبه. بیا ماشینش ولی فکر نکنم به من برسیم. پلیس نشد در رفت. ببینم لا 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 یه ارتش پشتم هفت تا آدم پشتم یکیشون همین آدم دست سیزه نیست. تمومه بنازم مطمئن شدم بگیر. ببین آقا روز خوبی داشته باشیم. حال داده دیگه وقتشه که مپو بزنیم یه جا شلوغ پیدا کنیم. آجی خیلی وقت نمیدونم سر مپش. اینجا رو بیار اینجا سمتش اینا رو همه رو دونه پاره کنیم. What the fuck چه راهی داره سادی شد. یه لحظه گفتم تمام کسی شده. باش خودم نمیخوام برشم اینجا کنیم بودم بایستا. اوکی کنیم بر این بر و دوباره این بر الان میخوام بستم چه راهی ما رو برد بابا. این اولش چند تشون در بسیار حواس به این خلاص. همینجا باید یه دونه مخفی کاری باشه. یه دونه جا مخفی باشه. نیست باید پلیس داریم. همه جا داریم نیستم کدومه بابا. باده سمت فقط در های نشون نکن بیرکن فقط در رو مخی قطعش کن میگم بابا. ای بابا وپش بده نو حالا بک حالا قطعی کنم GPS کانکتیشن لاد رفتم وسط جنگل قطع بیاید بابا بیا دونتون رو بیارید من یادی بینه من گنگستر بیا همینجا اسمالی در دوره میزنم پردارم عشق میکنی توی چقدر جمعش کردم بازی داشتم میرفتم سریعتا تمام شد. اوکی به نازم چقدر پول اوه شت گفت 90,000 تومن پول گرفتم. پول همه رفتم آپدیت کردم نیاز ندارم چیکار کنم پول باشه دسته گنده نکنه نید فور اسپید ماست وانتد. من دیگه ترشم برادر من دیگه ترشم. یعنی همه پلیس ها رو تو 10 دقیقه تمام میکنم. من نابغه‌ام خدا شده من نابغه‌ام. بریم ولی این فوق سخت قراره باشه. الان آخر پارت 2 و فرض کن پارت 3 چی میشه. پارت 2 واقعا اونقدر خودم قبل دارم اونقدر جذاب بوده. پلیساش وحشی نبودن الان وحشی شدن. پارت 3 که یا اول فقط یک که جمع میشه فقط اگه من بتونم برم چند تا میخواد آقا الان بریم پلیساش هم بزنیم. هنوز سوپرا ارتقا دادم دیدم هنوز داره با ماشین با ساعت قبلی یه ذره مثلا اینقدر شد اینقدر اختلافشون تو همه چی البته مثلا هندلینگشون بهتره همه چیش بهتره
و یه توربو خریدم 25000 تا برای هر دوشون. یعنی چقدر پول دارم، پول نمونه برام. پول مانی اینجا هم پول مهمه. ببین فقط در همین سخته باید 12 تا پلیس بزنید نبود 12 در این حال باید 30,000 پول جمع کنم از این برادران عزیز. در عین همون حال از 6 تا چیزا رد شدم. چیزا جایی که پلیس بسته باش بیاریم 6 تا من سر 2 تا 3 تاش پاره شده میکنم از پارت قبل 4 تا خیلی سختی سر 6 تا یا آبا اگه بیفتی تو دوره شایی پشت دارم باشه یه هستم یه دونه باید پیدا کنی 10-4, Sierra 20. I'm clearing units right now. ببینم نتر بیا پولتون اومد بترسید که کارتون رئیس اومد بالا سرتون بابا سوپرا Dispatch, I need forward units to set up a routine 10-7. بیا بابا سوپرا 10-10, Sierra 20. Supervisor request you hold off till he gets there. He is after switching to your channel. ایو کجایی خودشون رو کشتن خودشون رو کشتن و میگه چرا الان نمیست چون یه چیزی هست تو 3 دقیقه باید در و چرا که نه این اول انجام گیریم تا دیگه قیمت سخت نیستش راحتش رو انجام گیریم بله پولیس یعنی در این حد بله آلیگی تمام خب اول سیاسفید ماشین سیاست ضعیف من لبل دوشونیشون اونا که سیاه هم خیلی میچستن دید میذاره عقل دارم نیمه قبلی مرحله 3 اونا این که یو از رو میان جلو یو میزنن یعنی از اونا ناغش با شاسی بلنده یعنی شاسی بلنده با جک آمریکایی میان داغونت میکنن یعنی اصلا میکنن بیا این چرا یه برمیگرد من همیشه میخواستم بدونم این برادر بیا لاست چی من جلو چشاتم برادر بیا حالا یا تو روز بیا او دوست اینجا باید همیشه بود دارن نیست یا فقط چیکه میاد پته بابا خب دهنه تو بیا دیگه ای دودم I like the tiger میمیره داداش من اینجا خدا شاهده رفته زیر پول میگه تارگت رو گم کردم من عقل تو پلیس یا خدا خیلی اینا خوبن میره کنیم چه سال بید ولی حواسی داد اینا باشه اینا میتونن دست بکنم فقط نگاه میری سمت کشتن نمیری خودش اما تیز خواهد ولی خیلی دوتایی رفتن خودشونو کشتن همه کمپنی خیلی باید برگشت بابا خب لعنتید من رو تو حساب کردم تو خوبمونی داری میره داداشم بیا اینجا بیا این 3 تا عدا بودم این 3 تا پوله هم دارم در این زدن جمع کردم پاره کردم خودم 50 نیستم بیا این 5 تا بنازم پولیس بود؟ پولیس نبود که ای موند از سر پیشت مدرد با سرای حرکت میکنم نراشون بگی بیا شاخ به شاخ تا دیدی؟ خب این چیه بشه در رو که پاره ای اونا دارن باز خوشون میرن جلو اینا یکی هم برای پولیسی چقدر سرگیر خدایی
یا علی مدد مدد این اولی این اولی بنازم. حالا ببین به این میگن فارم پلیس. انقدر هی میری به این ماشین اینجا زیاده، هی اینا رو میزنی، هی میری اینا رو میزنی. مرد. یکی اینجا بسته، یکی اینجا بسته. کشتن. فارم من خوش اومد. هی میام دوتا چند نفره ایگا بزن. دوتا شویی تمام از این در باستن. این شماره کسی کیم وای. بیا داشت تو بیا تو یه دونه مونده. خب بیا شل بهت بزنم. خودی خب این داشت ببین قدم بزنی دوستت هم بیا. فارم پولیس هی میای میزنم. نوتا زد بینش. یکی هم بیا سری زیاد شد. سرم خود جمع کردم 600 تا جمع که آره جدا بس بیا من به میان برد جا خلوته تو بیاد نداره تو به مردم دعوا کنی بیا نگاه دو تا سیاه بیفته کناره. حالا بیا در رفتن کار سخت نیست، فقط خدا بخواد این لول از اون ماشین نری که جک کنه یا تاق میزنه بهت میگه قدرت جک رو اینجا نشون میده. ماشین که در برایش میتونه شاید همه قدرش دقیق هم سپرد نصف پول جمع کردم، بیشتر ضربات هم زدم، 2 تا از اینا رفتیم نیم ساعت در رفت 5 دقیقه فقط 5 دقیقه جمع کردم خیلی اصلا موارد نیست. مسابقه بگیری آقا گازی مرد داداش خدایی یه ماشین دیگه هم پیدا کنید کمبود داری چون از اینا از داداش آلی شانسی رفتم توی اینا نه این ماشینشون بهتر اینو مدله یه لبه داد سه تاشو بزنم. اوکی He just ran through those patrol cars. Definitely two. I'm gonna try and find him. بیا تو خوردی؟ تو محمود اصلا یکی دیگر بزنم این از اولی یکی دیگه فقط Leaving himself open up front. داداش این از برادر و این هم از برادران مخلص بنازم یا اول کلاس ارتش از 4 تا چیز رفتم از 4 تا تقریبا هم معمولیت ها به صورت پادام از ارتش دیخت شد این از این بیا چی میگه ماشین پلیس کمرلی میشه زد بیا پشت هماش فقط مخونی ببین من هر جا برم نگاه کم کنم ناجی ما اینا رو دیدم اینو دیدی الان از کنار رد شد اگه اینا از رو بره این وحشی ها میده آقا یه ذره تعداد زیاد شده یه ذره پشت ها باید رو میده بیناز نخون این نداره چون راه بزن نه خودکشی میده ولش کنه بابا این چی بچه گذاشتید خب یه جا بذارید دشت دیگه داداشم قدرت اینو دیگه میزنم بیا یه کمتر اینا رو بکشم زیاد دارم خطری دارم یه سوکی بدم تمام یه دونه دیگه خیلی ایزی ها کنارش دستم زیست نکم زیاد یه لحظه میره میگیم کنار دیگاه تمام اوکی یکی فقط اینو بزنم برم تموم اگه باد گران بودیم و رفتیم آقا بای به ما حال داد خیلی خوش گذشت و الان تازه پارگی همون شروع شد نمیتونی در ریم یس قبلش خوشی کردم الان نمیتونی در ریم چون وای نشد خدا خیلی خوب بود اینا رو این برشتی دست 360 درجه زده اوکی
یه جا برم شلوغ پر از اینا باشه پلیسا اینو تک تک بکشنشون ندیده Unit heading up to the code 3. بابا اینا از مور ملخ دارن میان نمیشه فرار کرد دیگه کجاست بابا اون دوره یا بابا اشکال نداره اون سمت چپ همو دارن نمون کنم بهتره این مستقیم این بری میرم واقعا این بر نمیرم اون حالا خیلی راه میشم بکشم چیزی زیادم اولش هم مراعات کنید یه اتل متل باشون بازی کنید بعدش یه جدی حالا اینجا باش خود اینم نمیشه بیاد یا داره میاد لعنت هیچ سه دندوناش نشتا خواهد فقط برو وحشی این از گفتم اینم خیلی بده ماشینش خیلی خوبه بابا من دیگه نمیخوام راه بندی از این گوشه حالا ماشین عزیز تو بخواد بیشتر بودو فقط برو عقب برازم جمع کردم داشتم دستی میشه وای آجی نزدیک بود وای دستیشم بدبختم بذار یارو بیاد Unit heading up to the pursuit call. Be advised. از قصد باسم داشتم اینجا خیلی چیز داره از قصد برای اینکه اینجا سر پایین میشی و کامل خیلی زیاد شده وای از این روبندونی هم اینقدر گذاشتن لعنتی دیگه نمیشه اوکی دیگه فقط تو دو تا دمیج بدون هیچ دمیج دیدن خودت آجه خیلی دارن زیاد شد این مور و ملخ میکنن فقط گاز میدن فرار میکنن این لعنتی هم اینقدر آروم میره دو بزن الان میزن یه بایی برم نباشن همه جا هستن از اینجا برم کمتر هستن تمام شد دیگه فقط تمام شد وای اینجا دو تا راه یه دو رو اونجا هست همین بودو قایم شو بنازم یه بار هم دستگیر یه بار سوتی دادم دستگیرشم اون الکی ترین چرته بده باک شد بخوره فقط یه بار تا الان باختم یه بار دو بار باختم خب یه بارش باک شد اون حساب نمیشه واقعا تقصیر من نیست کرش شد باک میکنه بازی ولی اون یه بار تقصیر خودم رو سوتی دادم و حساب میکنم و داداش خدای الان بدونم چقدر بهم پول میده آجی 114,000 تا بنازم قشنگ بود خدا وکیلی سخت بود خیلی سخت بود واقعا دارم سخت بود اصلا تموم نمیشد لعنتی میخوام برم ماشین الان در چه وضعه پارت هم که تموم شد بنازم زدم داغونشو کردم پارت 2 تموم شد ایشالا بریم بر پارت 3 بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا دیدید لطفاً ویدیو رو لایک و ساب کنید تازه کارم تو خود حمایتم کنید میبینید بابا من اوجوبه هم فتوشاپ تعریف چیه بابا من قرون ندارم ولی بازم خودی حمایت کنید و آماده پارت 3 هم باشید که یه مدت دیگه احتمالاً میاد خب تا یه ویدیو دیگه از من یعنی امیر MS فعلا بای بای